هم چهره بیژن حیدری داور وسط این دیدار هست که از همین لحظه سوت آغاز این دیدار رو به صدا در آورد. در کنار بیژن حیدری علیرضا ایدرون به عنوان کمک اول کار میکنه. مهدی الوندی از استان همدان کمک دوم هست و داور چهارم امید جمشیدی هم از استان همدان. پاتوسی سمت چپ، حیدریه ارسال روی دروازه، فرصت برای فولاد و نتوانست ضربه سر رو بزنه. شرفی بازی میکنه احمد عبدالله زاده، فرصت برای حاج صفی، یه ضربه از حاج صفی و در اختیار میگیره توپ رو. به این شکل به سمت دروازه حریفان میبرن. حالا از سمت راست حسینی فرصت داره، پاس رو به عقب برای خلعتبری، یه سر توپ خود خلعتبری، ضربه دیدنی خلعتبری، حرکت عالی خلعتبری، توپش به تیر خورد. حالا موج بعدی با احسان حاج صفی، نیازمند فشار میاره روی ولسیانی، یه لحظه اشتباه پاتوسی است و دروازه میزنه، ضربهش رو به بدترین شکل ممکن زد. عبدالله زاده اشتباه عباسی توپ رو سپرد به اسماعیلی فر. حالا پشت به دروازه، یه لحظه شوت محکمه احسان حاج صفی که از بالای دروازه به بیرون رفت. کولینگ برک هم واسه خوبه لوسیانو. حالا انصاری در موقعیت تک به تک میتونه کارو تموم کنه. خود ساسان انصاری درگیری در محوطه جریمه. آینده پاتوسی پاس رو به بیرون برای هردانی، میتونه ضربش رو بزنه، میزنه ضربش رو که ضربه خوبی نبود و توپ به پیام نیازمند رسید. رفیعی برای حاج صفی، پاس رو به بیرون برای شهباز زاده، یه لحظه خواست توپ رو نگه داره. حالا برای کریمی و ضربه سید محمد کریمی. موقعیت خوبی داشت حیدریه، توپ رو میدن به محمد رضا عباسی، حرکت تکنیکیش برای هردانی، خود هردانی، پاس عالی برای ساسان. حالا پاتوسی است و دروازه میزنه، ضربهش رو برگشت توپ از دانیال اسماعیلی فر. توپ میرسه حاج صفی، پاس عرضی، فرصت برای سپاهان. خلعتبری استارت زده، اولین نفوذ اسماعیلی فر، میزنه ضربهش رو از بالای دروازه به بیرون میره. خیمه زده فولاد بر دروازه سپاهان. حالا آبشک با پای چپ، یک ضربه رویا پردازانه از محمد آبشک، خیلی فاصله داشت. هردانی توپ رو برداشته و حرکت میکنه در عرض برای قاسمی نژاد، سمت چپ موقعیت خوبی داره. بعد حیدریه ارسال روی دروازه، فرصت برای فولاد، توی دروازه میره تو، بله توپ توی دروازه رفت. هردانی کار رو تموم میکنه. فولاد 1 سپاهان 0. حرکت عالی هردانی، خودش کار رو شروع کرد، خودش توپ رو به سمت چپ برد، خودش ضربه اول رو زد و در نهایت خودش گل رو زد. ببینیم یه بار دیگه این ارسال دیدنی حیدریه، خودش قطع کرد. هردانی ناامید نشد. یه لحظه درگیری عصبی است. محمد رضا حسینی یه کارت زرد داره حسینی و اخراج میشه. محمد رضا حسینی چه دلیل داشت که این کار رو انجام بده؟ اخراج شد محمد رضا حسینی روی صحنه‌ای که به وجود اومد، حرکت غیر ورزشی که انجام داد و داشتن صحبت میکردن بازیکنان. یه لحظه اومد از پشت سر و سینا شاه عباسی رو اینجوری هول داد و نقش زمین کرد. انصاری پشت دفاع، خروج نیازمند از دروازه، یه لحظه میرفت که اشتباه بکنه پیام نیازمند، همچنان هم توپ رو در اختیار داره. حالا دور میکنه توپ رو. حاج صفی توپ رو گرفت. خطای ساسان انصاری در فاصله 30 ثانیه کارت زرد دوم و اخراج ساسان انصاری. حاج صفی سمت چپ، میرزایی یه بار دیگه در عرض برای یاسین سلمانی، یه ارسال، یه فرصت، یه ضربه سر توی دروازه، گل برای سپاهان. خیلی زود جبران کردن و دو بازیکن تعویضی، یکی ساخت و دیگری زد. یعنی مرادیان روی این صحنه مغلوب ضربه سر هوشمندانه رولا باقری شد. حاج صفی سمت چپ، میرزایی
یه بار دیگه در عرض برای یاسین سلمانی، یه ارسال، یه فرصت، یه ضربه سر توی دروازه. گل برای سپاهان. خیلی زود جبران کردن و دو بازیکن تعویضی، یکی ساخت و دیگری زد، یعنی مرادیان روی این صحنه مغلوب ضربه سر هوشمندانه رولا باقری شد. محبی توپ رو در اختیار گرفته. خود محبی برای علی محمدی یه ضربه محکم که با فاصله از بالای دروازه به بیرون میره. خیلی خوب کار کرد سعادت هردانی و حالا جاش رو به نجاریان میده. ابراهیمی پشت بال جریمه، یک ضربه دیدنی و خطرناک. حیدری پشت دروازه رو مهیا کرد شرایطش رو. حالا حرکت میکنه موسوی، اولین ضربه توی دروازه. برمیگرده محسن فروزان روی خط دروازه قرار میگیره. بلسیانی حرکت میکنه، میزنه ضربش رو و هم فریب میده فروزان رو. حرکت میکنه، میزنه ضربش رو توی دروازه. سپاهان فرزد حرکت میکنه، باز هم فریب میده. حیدریه پشت توپ حرکت میکنه، بعید حیدریه میزنه ضربش رو و توپش به تیر دروازه برخورد کرد. چون یه بار در واقع دستش رو خونده دروازه‌بان. باز هم محبی به همون سمت میزنه یا نه؟ به همون سمت میزنه و باز هم میگه. به این بار دیگه قبول کرد. حرکت میکنه ابراهیمی، میزنه و توی دروازه. ابراهیمی موفق تر. در مقابلش محسن فروزان حرکت میکنه، سلمانی میزنه ضربش رو، مسلط هم زد. لوسیانو پنالتی آخر برای فولاد، خودش حرکت میکنه، لوسیانو میزنه ضربش رو. عالی زد لوسیانو، عالی زد لوسیانو. حاج صفی یا محسن فروزان، حاج صفی یا فروزان میزنه ضربش رو توی دروازه. حرکت میکنه، میزنه ضربش رو، مسلط زد. بازیکنان سپاهان میزنه ضربش رو و تمام. صعود فولاد خوزستان به مرحله نیمه نهایی جام حذفی. محسن فروزان عالی عمل کرد روی این صحنه و پنالتی جلال علی محمدی رو گرفت. خوشحالی هواداران فولاد، بازیکنان فولاد